سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر میخواین که مدرک تحصیلیتون رو از طریق عدم کاریابی آزاد کنید، این ویدیو برای شماست. همینطور که میدونید راه‌های مختلفی برای آزادسازی مدرک هستش. خب یکی از راه‌ها این هستش که سابقه کاری داشته باشید. یکی دیگه از راه‌هایی هستش که از طریق پرداخت وجه در واقع اون مدرک رو آزاد کنید که هزینه خیلی زیادی داره. ولی خب یکی دیگه از راه‌هایی هستش که از طریق عدم کاریابی مدرکتون رو آزاد کنید که من هم همین کار رو کردم و میخوام باهاتون تجربه‌ام رو به اشتراک بذارم. قبل از هر چیز اول باید وارد وبسایت دانشگاهتون بشید و مدرک موقت تحصیلی خودتون رو حتما دریافت بکنید که وقتی که ثبت نام میکنید داخل وبسایت بعد از چند وقت براتون پست میشه و در واقع مدرک موقت رو به دستتون میرسونن. اگر که دانشجوی ارشد بودید و مدرک موقت ارشد رو دارید، با آخرین مدرک تحصیلیتون باید به اداره کاریابی استان خودتون برید. خب اداره کاریابی بعضی از اداره ها با دریافت وجه نقد، با بعضی از اداره ها بدون دریافت وجه پرونده شما رو شروع میکنن و به این صورت هستش که دنبال کار مرتبط برای رشته شما میگردن. اگر بعد از 6 ماه تا 1 سال کاری برای شما پیدا نشه، شما میتونید نامه عدم کاریابی رو از اداره کاریابی دریافت کنید. این نامه عدم کاریابی در واقع داخلش نوشته شده که داوطلب 6 ماه مدرکش پیش ما مونده ولی ما متاسفانه نتونستیم کار مرتبطی براش پیدا بکنیم و خب به این صورت هستش که بعد شما برید مدرک رو دریافت کنید تا خودتون بتونید دنبال کار بگردید. بعد از اون با نامه عدم کاریابی و یک سری مدارک دیگه که مدارک در واقع کارت شناساییتون هست به اداره کار استان خودتون مراجعه کنید. وقتی که اداره کار میرید، مدارکی که داخل اداره کاریابی گذاشته بودین که از همه مهمتر نامه عدم کاریابی هست رو از شما دریافت میکنه و خب به شما یک نامه ای میده که این نامه در واقع از اداره کار. حتما باید ببینید که مهر برجسته داره، حتما باید مراقب باشید که امضا داشته باشه و خب اگر به عنوان مثال کارشناسی ارشد خوندید، باید یک نامه برای کارشناسی ارشد، یک نامه برای کارشناسیتون دریافت کنید. بعد از دریافت این دو نامه شما باید این دو تا نامه را بعد از در واقع 24 ساعت داخل سامانه سجاد بارگذاری کنید. سامانه سجاد ابتدا یه سری اطلاعات شخصی ازتون میخواد و بعد از اون شما به مرحله میرسید که باید مدارکتون رو آپلود بکنید که در واقع همون نامه عدم کاریابی هست که از اداره کار گرفتید. وقتی که میخواید مدارکتون رو آپلود کنید، اگر به عنوان مثال کارشناسی ارشد خوندید، ابتدا این کار رو برای کارشناسی انجام بدید. بعد که نامه کارشناسیتون تایید شد، در مرحله ارشد نامه‌ای که برای کارشناسی گرفتید برای آزادسازی مدرک و نامه عدم کاریابی کارشناسی ارشدتون رو بارگذاری کنید. خیلی خوب هست که این مراحل پله به پله جلو بره و همه مدارک رو با هم داخل سامانه بارگذاری نکنید. بعد از بارگذاری مدارک، کارشناس براتون اصلاحیه میزنه و چیزایی که باید تغییر کنه و یا چیزایی که در واقع نیاز دارن رو بهتون میگن. توی این پروسه به طور کلی باید خیلی صبور باشید و امیدوارم که بتونین با استفاده از این ویدیو مدرک کارشناسی و یا ارشد خودتون رو آزاد کنید. اگر نکته‌ای داشتین، سوالی داشتید، برام توی کامنت ها بنویسید. اگر مدرکتون رو آزاد کردین و مرحله‌ای براتون متفاوت بوده، حتما تو کامنت ها شیر کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.